به نام الله بخشاینده و مهربان. دوستان عزیز، من این لحظه ها درباره دارایی و درباره ثروتمندان یک قصه برایتان نقل خواهم کرد. امروز ثروتمندان و حکومتدارانی که ثروتشان زیاد شد و از آن افتخار میکنند و حکومتداران حکومت پیدا کردند و از آن کبر میورزند خیلی و خیلی زیاد شدند. شاید آن قصه ای که شما این لحظه میشنوید در زندگی شما یک تکانی بخشد و شما را به حقیقت حال آشنا سازد. روز خلیفه هارون الرشید را یکی از دانشمندان زمان خودش ابن سمک واخورد. ابن سمک به هارون الرشید خلیفه زمان سوال می دهد. واقعا این سوالی خیلی عادی به نظر شما می تابد، اما دل انسان را می تپاند. ابن سمک به خلیفه گفت: اگر روز مبادا تشنه شدی و تشنگیت تو را به مرگ می آورد و تو راضی می شوی که نصف خلیفه را به یک جرعه آب عوض کنی؟ هارون الرشید جواب داد: بله، من راضی می شوم. پس ابن سمک دوباره پرسید: اگر همان آبی که تو نوشیدی از بدنت بیرون نشود و برای طبابت تو گویند که نصف دیگری خلافتت را می دهی، آیا تو راضی می شوی؟ هارون الرشید در جواب گفت: بله، راضی می شوم. و آن وقت دانشمند با آرامی گفت: پس اگر تمام پادشاهی و قدرت تو به یک جرعه آب برابر باشد، چرا اینقدر ما از داشتن حکومت و از داشتن ثروت کبر و غرور میکنیم؟ در همان لحظه دوستان عزیز، هارون الرشید چشمانش را پایان میکند و اشک از چشمانش جاری می شود و درک می کند که تمام قدرت و حکومت و منصب و بایگریش در برابر یک جرعه آب ارزش نداشته است. این قصه به ما نشان می دهد که همه آن بایگری و ثروت و دارایی هیچ ارزش ندارد و ما انسان هستیم و این همه چیز گذراست. پس چرا ما با ثروت افتخار میکنیم و با منصب تکبر میکنیم؟ حقیقت این است که ارزش انسان در ثروتش و در مالش نیست، در ایمان پاک و دل صاف انسان است. پس بیایید با ثروت و منصب و آن چیزی که ما دارای آن هستیم با آن تکبر نمی کنیم، زیرا مثل هارون الرشید روز می شود که ما نیز در میابیم که خطا می کردیم، چون آنها از دست دادند و از دست ما نیز می رود. یا الله، بگذار ما از ظاهر مغرور نشویم و همیشه حقیقت را دریابیم. الله تعالی هر یکی شما را نگهبان باشد تا با خاله های دیگر خانه آباد باشد.